سێبەری قەلەبەرد لەسەر ئەڵمانە و تاڵەسوار. بیرەوەریەکانی مەلەکە مستەفا سوڵتانی. مۆسیقا پێدرام شەهلایی. تۆمار و خوێندنەوە شەهین شەهلایی. ئاڵلقەی 36 بەشی 9. پاشکۆ. نامەکان بە پێی ڕێکەوتی ڕووداوەکان دانراون. آخرین نامه ماجد از زندان. شب 8 تیر در یک دادگاه فرمایشی و بدون وکیل و دفاعیه، جلادان جمهوری اسلامی نوری و مرتضی حکم اعدام ماجد را صادر می کنند. به محض محرز شدن حکم، ماجد از فرصت استفاده کرده و همان شب آخرین توصیه‌های خود را خطاب به تشکیلات کامله و خانواده نوشته و به وسیله زنده یاد فاروق بلوری برایمان فرستاد. در زیر متن کامل نامه آمده است. چه کند بر قلب چون آتش من آتش تیر، بلشویکوار بباید مردن. رفقا و دوستان گرامی، با سلام گرم و آتشین از دور صمیمانه دستتان را می فشارم. پیروزی انقلاب ناتمام خلقهایمان به رهبری پرولتاریا و پیگیری هرچه بیشتر و بیشترتان در امر جنبش کمونیستی و مبارزه خلقهایمان و مبارزه جدی و صادقانه و پیگیرانتان در امر مبارزه با انتقادات و انحرافات درون تشکیلات و موجود در سطح جنبش کمونیستی ملتمان و مبارزه سخت و پیگیرتان در راه ایجاد صف مستقل طبقه کارگر، صفی که پرتوان و پرخروش و بدور از هر انحرافی مبارزه طبقاتی را تا نیل به استقرار و تداوم سوسیالیسم رهبری کند و همچنین شادی و بهروزیتان یگان آرزوی من است. رفقا، ماه‌ها پس از اسارت در زندان رژیم ضد خلقی، رژیمی که از همان زمانی که بر اریکه قدرت نشست وفاداریش را به بازسازی سیستم سرمایه‌داری وابسته و سرکوب کارگران و زحمتکشان را با سرکوب و به خاک و خون کشیدن تظاهرات کارگران بیکار در اصفهان، تبریز، درود و الغای شوراهای واقعی کارگران و جنایتش در کردستان قهرمان و ترکمن صحرا را به همه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان به اثبات رسانده، بالاخره در بیدادگاه ضد خلقی ارتجاع حاکم به اتهام دفاع از آرمان طبقه کارگر و برادر کاک فؤاد بودن به اعدام محکوم شدم. پس از محرز شدن اتهامم در بیدادگاه به آرمان طبقه کارگر سوگند، به خلقم سوگند که با جوابی آتشین بر دهان یاوه‌گوی نوری و مرتضی کوفتم. در مکتب کاک فؤادها، کاک حسینها، کاک امینها، 3 رفیق و برادر قهرمان و شهیدم، حسین کریمیها، پیر خضریها، گنجیها، فرشچیها، معینیها، زکریاییها، قبادیها آموخته بودم دفاع از آرمان طبقه کارگر را. کاک فؤاد آموخته بود مرا که نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، آرمان طبقه کارگر. چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم.
امروز و فردایی است که بوسه رگبار دشمن دور از چشم عزیزان بر روی خاک و خون کشاند پیکر من. در این لحظات واپسین دم تنها پیامم برای رفقا مبارزه سخت و پیگیر در راه ایجاد صف مستقل طبقه کارگر با انضباطی آهنی و پرولتری و بدور از هر انحرافی برای سرنگونی سیستم سرمایه‌داری و استقرار و تداوم سوسیالیسم است که این مبارزه جدا از مبارزه با انتقادات و انحرافات درون تشکیلاتی نیست. خطاب به پدر و مادرم. بعد از ماه‌ها دوری و بیخبری با سلامی گرم و آتشین دست پرمهرتان را از دور میبوسم. اینک آخرین پیامم را تقدیمتان می‌دارم. پدر و مادر محبوبم، هر دوی شما در تجارب زندگیتان و حداقل بعد از سال 56 و اوجگیری مبارزات خلقهای ایران این مسئله را به خوبی درک کرده اید که هیچ انقلابی بدون خونریزی و قربانی ممکن نیست. چون طبقه کارگر و تمامی استثمار شوندگان برای خلاصی از استثمار و سرنگونی استثمارگران و کسب قدرت سیاسی راهی بجز توسل به قهر انقلابی و آن هم فقط و فقط تحت رهبری پرولتاریا ندارد و ما با اعتقاد و ایمان کامل بدین مسئله پای در این راه نهاده ایم و هر گونه تزلزل و سستی را خیانت به آرمان طبقه کارگر است که آن سه برادر قهرمان و شهیدم نیز با اعتقاد و ایمان کامل بدین مسئله بود که خون پاکشان را نثار کردند تا با خون خود درخت آزادی کارگران و زحمتکشان را آبیاری نماید. اکنون من نیز می‌خواهم با کمال افتخار بگویم که پای در راه پر افتخار آنها نهادم. من نیز با نثار خون خود و مرگی پر افتخار جزئی از درخت انقلاب را آبیاری می‌کنم، جزئی از صدها و هزارها قربانی بشوم که پرولتاریای ایران و جهان برای کسب قدرت سیاسی و سرنگونی نظام سرمایه‌داری تا به حال داده و من بعد نیز خواهند داد. شاید به خاطر عواطف پدر و مادری این کلمات برایتان نامفهوم باشد، اما ما راهی جز این نداریم و به امید زمانی که این کلمات برایتان مفهوم شود. تا شهید خوینی نریجه، تا کو گل تالی نچیجه، داری آزادی شین نابه، باغی جینوان رنگی نابه. پس پدر و مادر عزیزم، با این توضیحات و تجربیات که خودتان از زندگی و به خصوص چند سال اخیر کسب کرده اید، انتظار دارم که غم و اندوهتان را به نیرویی برای تقویت روحی انقلابی خودتان و سایر برادران و خواهران تبدیل کنید. اگرچه برادران و خواهران پای در این راه پر افتخار نهادند، اما روحیه خوب شما یقیناً قوت قلب و دلگرمی بیشتر برای آنان خواهد بود. سلام مرا به همگی برادران و خواهران برسانید و این پیام مرا به همگی به خصوص به کاگ رشاد، کاگ عبه و خواهر گرامی و دوستتر از جانم ملکه عزیز و برادران گرامی امجد و رضا و حشمت و زنداداش گرامی شکریه و بچهش فرمسک عزیز برسانید. مبادا در مورد فرمسک از توضیح قهرمانانه پدر و سه عمویش اهمال نشان دهید. برادران و خواهران و شکریه عزیز، از همگی شما انتظار دارم از فرمسک
اخگری بسازید که شعله برفروزد در قلب سیاهی تار. ملکه عزیز، اگرچه به مبارز بودن و روحیه و صداقت انقلابیت ایمان دارم، اما برای آشنایی نزدیکتر به مسائل جنبش پرولتری و کمک هرچه بیشتر به خودت پیشنهاد می کنم که من بعد حتما سعی کن که به تبریز یا تهران بروید و کارت را در کنار و رابطه با رفقای آنجا انجام دهید. برای برادران و همگی دیگر رفقا پیام و سفارشی به جز پیگیری در مبارزه و هرچه بیشتر مسلح کردن خود به ایدئولوژی طبقه کارگر ندارم. و اما مادرم، فرزند تو نیستم، حاشا کنمت مادر، اگر از مردن من زار زنی و بر اعدام من چون مردن یاد کنی. فرزند تو نیستم اگر دیدی تن آغشته به خونم را غم به دل راه دهی و بر کار دشمن زار زنی. حاشا کنمت مادر، اگر رفقای رهم بر تن تو رخت عزا ببینند. مادر، تیرباران در راه آرمان طبقه کارگر عروسی من است. پیرهن آغشته به خونم چلچراغ حجله من است. اگر مادری و مادر من به پا خیز، جامه سرخ به تن کن، گل سرخ بیازین بر سینه خواهرم، تفنگ و فشنگ دانم را بر دوش خواهر بگذار که سال هاست آیین مرا با خود دارد. برخیز و جامه سرخ به تن کن و سرخ نگهدار نام من تا خصم بلرزد ز نام من. کڵپەی شۆڕەش لە کوردستان لە گشت ئێران، هێزی بە زووی گشت سربەستان، وڵات دەکات بە گۆڕستان بۆ خائینان و بۆ پەستان. ئەوسا ملت خۆی دەزانێ داری خنکان بۆ کێ دانێ. با درود فراوان پیروز باشید. مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع داخلی. زنده باد سوسیالیسم. بیدادگاه تبریز، ماجد. نامەی کاک سەلاح بە بۆنەی ئیعدامی ماجد و ئەمجەد. هاوڕێیانی بەڕێز و خۆشەویست کاک ڕەشاد و خوشکە مەلەکە، لە وڵاتی خۆمان کێوێک دیارە، بەقەد ئەو کێوە خەم لە دڵم بارە. کامە وشە کێ هەقسە، بە زمان بە نووسین، بە شیعر بە نەسر، ڕێ ئەکەوێ و لێی دەوەشێتەوە، تا سەرخۆشی لە بنەماڵەیەک بکە، کە بست بە بستی ئەم خاکە خەمبارەیان بە دڵۆب دڵۆب خوێنی گەرم و گەشی ڕۆڵەکانیان نەخشاندووە. دایک و باوکی ئێوە بەڕاستی وێنە و ئاوێنەی گەلی کوردن، باوک و دایکی نیشتمانن. ئێستا نیشتمانی داماوی دڵسوتاو، کوردستانی بەشکراوی بەشخوراو، پرسەی کامە شەهیدی دابنێ و شینی کێ هەشۆ ڕەسواری بگێڕێ. پێنج کوڕی قارەمان، پێنج کوردی تێگەیشتووی پێگەیشتوو، پێنج سەرکردەی سەرتۆپ بۆ پیرە جووتیاری کڵۆڵی کورد، بەهرە و بەرهەمی ژینی تاڵ و سوێرن، هێز و هیوان، خێر و خۆشین، خەرمانی سوورن. زاڵمی زۆردار چەتەی گەلان، ڕایدا و بردی بە تاڵان. بەرووبۆی زەوی پڕپیتی کوردەواریم ڕۆ، هات و داهات ماف و مزەی کرێکاریم ڕۆ. براو خوشکینە، ئێستا ئێمە ڕوو بکەینە کامە لای وڵاتە کاول کراوەکەمان.
شوێن و خوێنی پێنج سوارەی مەریوان لەکوێ بگرین لەکێ بستێنین. شنەی شەماڵ لە سەنگەری داوێنی کامە چیا هەستێ و بەسەر کام گوڵی کوێستانی سەرشین و مل بە کوێنا تێپەڕێ تا بۆنی پێنج برالانی لێوە بێ. ئێوە ئەی پێنج برالان، لەگەڵ خوناوەی کامە باران، لەگەڵ زەردەی کامە خۆر، لەگەڵ زەربەی کام کوتک، لەگەڵ نووکی کام گاسن ئاژین ئەبنە لەشی سەرزەوی یەخسیر. ئێوە ئەی پێنج برالان، لەگەڵ چرۆی کامە گیا، لەگەڵ چرۆی کامەدار، بە دەنگی کام گۆرانی و بە ڕەنگی کام هەڵپەڕکێ سەردێنە دەر لە خاکی بێخودان و خێو. ئێوە ئەی پێنج برالان، خاڵی ڕێبواری ناوبەیت و باون کە هەزاران ساڵە ماون، هەموو دونیا گەڕاون داوێنی دۆست و داوی دوژمنتان دیوە و دۆزیوە. شارەزای ڕێباز و لاڕێن، بە بالۆرەی گەروی ملیۆنها کوڕ و کیژ بانگتان دەکەین. ئێمەش وەکو ئێوە ڕێبوارین، ئێمەش وەکو ئێوە دڵبریندارین، هەڵوەدای دیداری یارین. هەی یاران چ کەردەن، گەلۆ گەلی برادەرینە، گەلی دەماجەرایە، تاڵە سوار دەستە چیلەی خۆی هێناوە، کوانووی شۆڕشی کوردستانی جۆشتاوە. کاک فواد دەبینم لە بەرزترین لووتکەی پشت ئەڵمانەوە سەری هەڵێناوە، چاوی لە کوڕە کوڕەی پێشمەرگەیە، چاوی لە کۆمەڵەیە. دەنگی دلێری دەبیسم و دەگوڕێنێ و ڕەفیقانی ڕێگای ڕزگاری دەدوێنێ. کێ لە خۆی ڕادەبینێ وەڵامی بداتەوە؟ تکایە ئەم چەندێڕەم لە باتی سەرخۆشی لێوەربگرن. شینە بۆ خۆمی دەکەم، تۆش خۆمی. براتان سەلاحی موحتەدی، 12/4/60، ناوچەی بۆکان. نامەی دکتۆر جعفەر بۆ مەلەکە پاش ئێعدامی ماجد و ئەمجەد. همسر مبارزم، سلام گرم و پرمهرم را بپذیر. هرچند خستگی و بیخوابی بر تنم سنگینی می کند، لیکن چون 1 ساعت دیگر سفرم را آغاز خواهم کرد، ترجیح می دهم به جای خواب حرفهایم را در قالب همین سطور بریزم و برایت بفرستم. می خواهی گوش کنی؟ اگر هم احیانا بی‌حوصله هستی، خواهش می کنم بر اعصاب خود فشار بیاور و حتما با دقت آن را بخوان. عزیزم، اعدام برادران انقلابی شما که رفیق و برادر ما نیز هستند، همراه با دیگر انقلابیون، خاطر شما و نیز خاطر همه ما و تمام انسانهای شرافتمند را آزرده است. تمام ما را در غم و اندوه آنان فرو برد، باید فرو ببرد. از دست دادن عزیزانی که سالهای سال در جوار هم زندگی و مبارزه شده است، هیچگاه فراموش نخواهد شد و هیچ کس نمیتواند چنین تقاضایی را از کسی داشته باشد. رژیم خوناشام جمهوری اسلامی بدین وسیله همه ما را داغدار کرد، قلب همه‌مان را جریحه دار کرد. خودت در جریان هستی که موج اعدام‌های دست جمعی را در سراسر ایران راه انداخته است. منطق او اسلحه و اعدام است. با هیچ زبان دیگری غیر از زبان گلوله سخن نمی‌گوید و در این میان بیشترین فشار و سرکوب و کشتار را
روی انقلابیون پیگیر، روی پیشروان متمرکز نموده است. رژیم به درستی تشخیص داده است که توده‌ها، مخصوصاً طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، تیشه بر ریشش خواهند زد. به همین خاطر از همکنون مبارزین جان بر کف و پیشروان این طبقه را بیدریغ به پای اعدام میبرد تا طبقه کارگر و توده‌های انقلابی را از پیشروان خود محروم سازد و از این طریق آتش مبارزه آنان را خاموش نماید. رژیم احساس می کند لرزان است، مرگ خود را در برابر چشمان حیرت زده‌اش می بیند. بنابراین برای نجات خویش به جنگ مرگ و زندگی دست می زند و زده است. می خواهد هر جور شده نظام بحران زده سرمایه‌داری ایران را از این نابسامانی‌ها و تشتت‌ها برهاند و قانون استثمار را ابدیت بخشد. بنابراین آستین‌هایش را بالا زده و آماده است تا برای کسب هر تومان ارزش اضافی انسان شرافتمندی را اعدام نماید. بلی، آشکارا و عریان می‌کشد. چرا؟ برای اینکه همه را رعب و وحشت و غم و اندوه فراگیرد و هیچ کس را دیگر دل و جرأت و یارای مبارزه کردن را نداشته باشد و همه به خواب و سکوت مرگبار و عزای از آن مرگبارتر فرو روند. اگر چنین حالتی در ایران و مخصوصاً در میان انقلابیون به وجود بیاید، رژیم به آرزوی خود رسیده است. ولی آنچه که به طور عینی و در روز روشن می‌بینیم، به کوری چشم ولایت فقیه درست عکس این آرزوی ضد انقلاب است. آنچه که به طور عموم می‌بینیم، افزایش تنفر و خشم توده‌ها نسبت به رژیم است. خودت شاهد هستی که در این چند روز مردمی که هیچگاه اسمی از شهدا ماجد و امجد نشنیده بودند، چقدر خشمگین و متنفر از رژیم شده بودند. ما اگر به خون شهدا وفادار هستیم، اگر به عزیزان از دست رفتمان وفاداریم، اگر می‌خواهیم به صداقت‌ها و جانبازی‌های آنان ارج نهیم، باید هیچگاه نگذاریم رژیم به این آرزوی خود برسد که محیط انقلابی ایران را خاموش و بی مبارزه و مقاومت ببیند. باید با توان انقلابی خود اعتراضات و خشم توده‌ها را بیشتر نموده متمرکز کنیم و آن را در جهت نابودی رژیم هدایت کنیم. باید ایران را به جهنم سوزانی برای رژیم تبدیل کنیم که حتی جای پای نداشته باشد و هر جا که بخواهد که قدم بگذارد اخگری از مبارزه در زیر پایش احساس کند. اگر رژیم می‌خواهد با این اعدام‌های ضد بشری ایران را به جزیره آرامش تبدیل نماید، ما با مبارزه خود باید آن را به دریایی طوفانی و سهمگین تبدیل کنیم و مرگ حتمی رژیم را زودرس و قطعی نماییم. در این صورت است که حتی روح عزیزانمان را در گورستان امواج شادی فرا خواهد گرفت. در این صورت است که توانسته‌ایم جزئی از آرزوهایشان را تحقق بخشیم. اجازه بدهید صراحتاً در مورد خودت حرف بزنم. در این چند روز من بارها شما را در حال شیون دیدم. این نکته را فراموش و پنهان نمی کنم که صرف نظر از تأثیر شدید خودم از اعدام برادرانت، دیدن و ناظر شما بودن در چنین حالت شیونی به علت علایق شدیدی که به شما دارم تأثیر مرا بیشتر می کرد و داغدارترم می ساخت. مخصوصاً زمانی که می دیدم شما با گفتن این که دیگر زندگی برایم مفهومی ندارد،
آیه یأس می‌خوانید. با خود فکر می‌کردم که آیا حقیقتاً رژیم از چنین صحنه‌ای احساس لذت نمی‌کند؟ آیا مزدوران رژیم از این که کسی چون شما را به چنین شیون و یأسی انداختند به همدیگر تبریک و دستخوش نمی‌گویند؟ چرا می‌گویند؟ آخر آنها همین را می‌خواهند. همسنگر دلبندم، شما باید قلبی به عظمت تمام کائنات تمام دنیا داشته باشید، زیرا مبارزه‌ای که در پیش داریم برای تغییر و تکامل تمام دنیاست. این رسالت تاریخی طبقه کارگر و مارکسیسم است و این مبارزه بسیار پرپیچ و خم و طولانی و خونین است. ما باید آماده باشیم که در این مبارزه اساسی و بنیادی و به خاطر آن تا لحظه مرگمان از فداکاری و جانبازی نهراسیم. نگاه کن، انسان در زندگی اجتماعی با هزاران پیوند با اطراف خود ارتباط دارد. با برادران، با خواهران، با پدر و مادر، با دوستان و رفقای دور و نزدیک و در هر کدام از این ارتباطات ده‌ها خاطره خوش و ناخوش، تلخ و شیرین سراغ دارد که هر کدام به جای خود ارزش خاص خود را دارند. تا آنجا که به طبقه کارگر و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم مربوط می شود، تمام خاطره های تلخ را نظام سرمایه‌داری و حاکمیت سرمایه به وجود می آورد. کتک خوردن زن از شوهر، فاحشه شدن زنها، تلف شدن کودک و جگرگوشه پدر و مادر، از نبودن پزشک و دارو و یا حتی از نان بخور و نمیر، فوش و ناسزای قلدران و مأموران دولتی به مردم و هزاران نمونه دیگر که خاطره‌های تلخ و جانکاهی را به وجود می‌آورند، همگی از رحم نظام طبقاتی و در اینجا از نظام سرمایه‌داری به وجود آمدند. همین اعدام‌های دست جمعی و باقی گذاشتن خاطره‌های عزیزان از دست رفتمان نیز از این نظام سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد. تا زمانی که این نظام وجود دارد، این خاطره‌های تلخ مرتباً برای توده‌های محروم به وجود می‌آید و تنها با نابودی این نظام است که تمام خاطره‌های تلخ و نابسامانی‌های زندگی از جهان رخت برخواهد بست و آن وقت خاطره‌های شیرین زندگی و سازندگی جای آن را خواهد گرفت. توجه کن، حالا داریم در بحثمان به نکته دقیقی می‌رسیم. حالا دیگر باید تصدیق کنی که جهان پر از خاطره‌های شیرین، جهان پر از خوشبختی، جهان سوسیالیسم و کمونیسم است. آیا می‌خواهی تمام خواهران و برادران جهان، تمام زنان و شوهران جهان، تمام دوستان جهان و تمام انسان‌های جهان پرعاطفه ترین روابط و شیرین ترین زندگی ها را در کنار هم داشته باشند؟ می‌دانم که می‌خواهی و از ته دل آرزو می‌کنی. پس باید دست به کار شد و در این راه مقدس و دورانساز، یعنی راه سوسیالیسم، گام نهاد و فعال شد با تمام توان و انرژی. لیکن آخر می‌دانی که در این راه پرسنگلاخ و سخت مشکلاتی هست. آدم عزیزانی را از دست می‌دهد، مصائب می‌بیند، غمناک می‌شود. سوال من این است که آیا در هر مصیبتی، در هر غمناک شدن و در هر دردی باید سرنوشت مبارزاتی خود را، راه سوسیالیسم را، با آن حادثه مشخص غم‌انگیز و دردناک گره زد و آن هدف مقدس را قربانی یک خاطره دردآور کرد و آن را فراموش کرد؟ رفیقم، این با روح مارکسیسم تضاد دارد. عزیزم،
هیچ چیز مقدستر از مارکسیسم و سوسیالیسم نیست، زیرا آنها تمام بشریت را و نه فقط برادرم یا خواهرم را از بردگی چند هزار ساله نجات خواهد داد و آن هم نه برای مدتی کم بلکه برای همیشه. ما غم عزیزان را داریم و واقعاً برایشان ناراحتیم، لیکن اعدام آنها ما را بیشتر وادار می سازد که مبارزتر و پیگیرتر شویم. ملکه: اگر برادرانت و دیگر انقلابیون شهید را دوست داری، باید شیون و عزا را به غرش شیر و به نعره و طوفان علیه رژیم تبدیل کنید. باید مجلس ترحیم را به مجلس افشای رژیم و مجلس مبارزه علیه رژیم تبدیل کنید. اشک مریز، زیرا تاکنون هیچگاه اشک و حسرت نتوانسته است نظام طبقاتی را برچیند. بیا آگاهانه و در کنار رفقای دیگرمان به جای اشک خون سرخ خویش را در پای سوسیالیسم بریزیم. حرفایم تمام نشده، ولی وقتم تمام شده و هوا دارد روشن می شود و باید حرکت کنم. شوهرت جعفر. ساعت 4:30 شب 19/4/60.